الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر وأعن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، هفته گذشته پیرامون دروغ صحبت هایی داشتیم و در مجلس امروز ما ان شاء الله تعالی احکام خنده و مزاح را میگیریم ان شاء الله، یعنی خنده و مزاح در پرتو کتاب و سنت. و در پهلوی ازی که ما بحث خواهیم داشت، خواهران و برادران و بزرگای ما می توانند سوالات شرعی خود را مطرح کنند و ما به قدر توان خود به خدمت آنها ان شاء الله حاضر خواهیم بود. عزیزان گرامی، شریعت دینی است که جامع و شامل، و این سخن تکرار شد. از جمله شمولیت دین امی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام موارد ما را راهنمایی فرموده. شاید بعضی ها اتوانمود میکنن که گویا شریعت فقط از خوف و ترس سخن میگوید و دیگر امور اخلاقی در شریعت داخل نیست، یا پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن موارد الگو نیستند، مگر خطا هست. امروز یک کسی، یک جوان صحبت میکرد، میگفت که روز جمعه در یک مسجد رفتیم، نماز خواندیم و امام چنین و چنان و چنین و چنان گفت، از عذاب الهی و از سخنان بزرگ و بالا گپایی تو بالا بسیار گفت، اما از رحمت الهی چیزی نگفت. در حالی که یک فلان مولوی سی بس که میگه اگر من به رحمت الهی را اگر بیان بکنم، هر قدر صحبت کنم خلاص نمیشه. در این شکی نیست که رحمت الهی وسیعتر از غضب و گرفتش است. اما عزیزان گرامی، سنت الهی و طرز بیان قرآنی طوری است که الله متعال هم رحمت خود را بیان میکنه و هم عذاب خود را بیان میکنه، هم انعامات خود را بیان میکنه و هم نقمات خود را بیان میکنه، هم گرفتهای خود را بیان میکنه. اینطور نیست مثل عیسایی واری که فقط و فقط از رحمت گپ بزنه و از عذاب هیچ چیزی، تمام عذاب شما را معاذ الله گویا که عیسی به دوش گرفته. شما در دنیا هر چی کردین بکنین مشکل نداره. نه، خیلی تو نیست. ولا تزر وازرة وزر اخرى، گناه هیچ کسی را کسی دیگری به دوش نمیگیره و هر کسی که به هر جای میرسه به سبب و وسیله اعمال خود و به فضل پروردگار میرسه. لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان هیچ چیزی نیست مگر آنچه را که او سعی کرده، تلاش کرده، به دست آورده. یعنی هر قدر ما در هر راهی که بکوشیم به اون نتیجه ان شاء الله میرسیم. از جمله اسباب است. امروز ان شاء الله احادیث را پیرامون مزاح پیامبر و خنده تبسم پیامبر صلی الله علیه وسلم میگیریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم در قرآن کریم طوری که توصیف شده: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. پیامبر صلی الله علیه وسلم را الگوی کامل برای ما و شما توصیف کرده، یعنی بدون شک و شبهه پیامبر صلی الله علیه وسلم الگو است برای کسانی که امیدوار هستند که در روز قیامت الله را دیدار بکنند و در آخرت پیروز باشند. الله متعال در قرآن کریم پیرامون سخن می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید و سخن راست و حق بگویید. سخنی راست و حق بگویید. اما اگر ما سخنی بگوییم که در اون مزاح باشه، شوخی باشه، در پهلوی از او سخنان ناحق باشه، پس این را شریعت برای ما و شما جواز نداده. حدیث
بهز ابن حکیم است رضی الله تعالی عنه که میفرماید که پدرم برای ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ایشان شنیدم، یعنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، که پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که فرمود ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم. خندیدن و خنداندن، پس خنده و مذاق یعنی مذاق کردن برای خنداندن، مذاق برای خنداندن حرام است، جایز نیست. فقط هدف چی باشه؟ دروغ بگویی، گپایی جور بکنی یا تو یک تمثیل بسازی، با اساس تمثیل دیگران را تو تمثیل دروغی باشه، مردم را بخندانی. میگه ویل للذی، ویل باد یعنی تباهی و ناکامی. در تفسیر ویل آمده که یکی به معنای تباهی است، تباهی دوزخ، یعنی دوزخ برایش جایش باد. و دومش یک وادی است در دوزخ که نام از او ویل است، یعنی جایی می کسی که می کار میکنه همان طبقه دوزخ باشه که او ایتو کارا را میکنه. چی میکنه؟ للذی یحدث، گپ میزنه، فیکذب، در سخنانش دروغ ها را با دروغ گپ میزنه، دروغ میگه، لیضحک به القوم، توسط و سخنانش مردمان را بخندانه. درست است؟ ویل له ویل له، ویل باد ویل باد، یعنی جایش دوزخ باشه، جایش دوزخ باشه کسی که چنین کار را میکنه. متاسفانه این پدیده در این عصر بسیار زیاد است. این پدیده در این عصر بسیار زیاد است. چند وقت قبل به نام های مختلف برنامه هایی بود، لبخند و شبخند و نمیفهم خنده بازار و چون و چنان. تمام این اموری که مردم انجام از پیش خود جور میکردن، می آمدن از او حکایت میکردن و مردمان را میخنداندن و میگفتن که خندیدن فایده داره، مفید است. بله خندیدن مفید است، اما توسط دروغ نه، توسط مسخره کردن و تمسخر کردن دیگران نه، درست نیست. توهین و در این وقت که اموری که برای مزاح استفاده می شود، یعنی ما اصل خود مزاح است لیکن در اصطلاح مذاق میگن. در مذاق کسی را توهین کردن، استهزا کردن، پسخند کردن، او را کم دانستن، او را پس دانستن، تمام ازی حرام قرار داده شده، یعنی حرام است. ما نمیتوانیم که کسی را با خنده یا با سخنان خنده آور تمسخر بکنیم، توهین بکنیم یا امور دیگری را پیش بگیریم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا خنده میکردن؟ بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم خنده هم میکردن، مذاق هم میکردن و خنده پیامبر تا خنده دیگر را فرق داشت. و همچنان اول مذاق هم میگیریم، مذاق پیامبر صلی الله علیه و سلم. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم شوخی میکردن، خوش طبعی میکردن؟ از آن گرامی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید که صحابه در مجلس با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که انک تداعبنا، یعنی آیا ای پیامبر صلی الله علیه و سلم تو امروز ما شوخی میکنی؟ درست است؟ یعنی با سخنانی که با ما میگویی شوخی میکنی؟ تو وقت شده که با سخنانی که تو با ما گفته ای شوخی هم کرده باشی؟ سوال کرده انک تداعبنا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت قال انی لا اقول الا حقا، بله ما شوخی میکنم لیکن در شوخی هایم، در مذاق هایم جز حق هیچ چیزی نمیگویم، جز حق هیچ چیزی نمیگویم. و باید ایران ما الگو بگیریم و همین تو باشیم. اگر مذاق هم میکنیم، شوخی هم که میکنیم، خوش طبعی که میکنیم، و باید به اساس سخنان حق باشد، دروغ نباشد، تهمت نباشد و دیگر امور نباشد. چگونه ممکن است یک سوال پیدا می شود که تو گپ راست هم بگویی و او شوخی هم تمام شود، باعث خوش طبعی هم شود؟ این می شود که ما با نمک و با نمک زدن سخنان می توانیم که سخنان حق خود با لب و لهجه دیگری، با انداز دیگری، با بیان دیگری او را خوشنما بسازیم، باعث لبخند بسازیم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز شوخی میکردن
و صحابه که پرسان کردند که ای پیامبر تو با ما شوخی هم میکنی، سخنانی که میگویی در او مذاق هم میکنی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود بله ما شوخی میکنم، لیکن در سخنانم جز حق، جز سخن حق هیچ چیزی نمیگویم و همین امر پروردگار است. و قولوا قولا سدیدا، و سخن که میگویید سخنانتان باید راست باشه و صادق باشید در سخنانتان تا باعث جنت رفتنتان شود. حدیث دیگری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیامبر صلی نقل شده که سماک ابن حرب میگه که به جابر ابن سمره گفتم آیا تو با پیامبر صلی الله علیه و سلم مجالست داشته ای؟ با اون نشست و برخاست کرده ای؟ گفت که بله من بسیار زیاد با پیامبر بودم، یعنی با پیامبر مجالست زیاد داشتم در مجالس زیاد. از جمله گفت اموری که باید بدانی امی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که نماز صبح یعنی نماز فجر ادا میکرد، در همون جایی که نماز ادا کرده بود همون تو ذکر گفته میشیشت تا وقتی که آفتاب طلوع میکرد. وقتی که آفتاب طلوع میکرد بالا میشد، بلند میشد، از جایش میخیست و 2 رکعت نماز یا 4 رکعت میخوان اشراق و پس از اون میبرآمد. میگه که صحابه بیرون استاد میبودن، فاذا طلعت قام، وقتی که آفتاب طلوع میکرد بیرون استاد میشد، نماز خوانده بیرون میبرآمد. و کانوا یتحدثون، و صحابه بین خود صحبت میداشتن، گپ میزدن. یتحدثون فیأخذون فی امر الجاهلیتی، و سخنانی از امر جاهلیت از زمان قدیم میگفتن که سابقا ما ای تو داشتم، ای تو میگفتم یا ای تو شده بود. فیضحکون، ببینید صحابه بین خود با یاد کردن چنین سخنان حقیقی، همو سخنان گذشته، میخندیدن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ و یبتسم صلی الله علیه و سلم و یتبسم، در روایت و یتبسم صلی الله علیه و سلم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم تبسم میکرد. چی مطلب؟ صحابه میخندیدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم لبخند میزد، مثل صحابه وری خنده بالا نداشت. فرق بین تبسم، خنده و قهقه چیست؟ فرق بین اینها ای است که تبسم فقط لبها باز میشوند، یعنی و گاهی اوقات دندانا فقط معلوم میشود. وقتی که خوش طبعی بالای آدم غالب شود، انسان خواسته و ناخواسته به همین سویه میرسه که بشاشت به چهره از او بیایه و لب از او گشایش پیدا بکنه و دندانها نیز آشکار شوند. یعنی وقتی که لبها بگشایه و لبها را بگشایه و دندانها معلوم شوند، یعنی تبسم کرد، لبخند زد، لبخند زدن. خنده یعنی دهن باز می شود و جوف دهن معلوم می شود با بیرون برآمدن نفس ها یا بعضی یعنی جز حلق معلوم می شود. اما قهقه چی است؟ قهقه اضافه یعنی مبالغه در خندیدن است، یعنی آنقدر با شدت بخندی که صدا برای در پهلو ازدی که دهنت باز می شود، جوف دهن معلوم می شود، بلکه صدا هم بلند می شود و انسان از خود به خود نمیمونه یا مثلا محوی خوشی و چیز می گردد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه سخنانی مزاح آمیز خوشطبعانه داشت. پیامبر خوشطبعی می کرد، پیامبر شوخی می کرد، اما در شوخی های پیامبر استهزا نبود، تهمت نبود، دروغ نبود، پست زدن کسی نبود و پسخند و توهین کسی نبود، بلکه سخن حق بود، یاد کردن تاریخ بود، یادآوری بعضی اموری که انسان از باب طبیعت یادآور می شود. از جمله مثال هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مذاق کرده و صحابه کرام او را نقل کردن، میگه انس رضی الله تعالی عنه نقل میکنه که یک روز نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کسی آمد، گفت که ای پیامبر خدا، یک سواری، یک شتری که ما با او سوار شوم سفر خود طی کنم
برای قرض، گویا که ما در این عصر خود بریم کسی رو بگیم باسکل تا بده، یا مثلا یک باسکل برام بده، یا موتورسیکل تا بده، یا موتر تا بده، یا یک موتر بده که من برام مثلا فلان جای میرم. آمد گفت که برای من یک شتر بده که من به او سوار شوم و سفر خدا طی کنم، پس کار خدا انجام داده بیارم تسلیم بدم. یعنی عاریت خواست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جوابش فرمود که مخو یعنی شتر نه، چوچه شتر برات میدم. یعنی الفاظی که آمده میگه من تو را به چوچه شتر سوار میکنم و مقصد روان میکنم. این حاملوک علی ولد ناقتین، به چوچه شتر تو را سوار میکنم و تو را روان میکنم. این صحابی فرمود که گفت من چی کنم با چوچه شتر؟ یعنی چوچه شتر قدرتی را نداره، توانی زیر نداره که هم مرا حمل کنه و هم بارو بستره مرا حمل کنه و مرا به مقصدم برسانه. یعنی باید یک حیوانی طاقتور باشه، یک شتری طاقتور باشه. و ما اصنعو، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود و هل تلد الابل الا النوق، آیا شترها را جز شتران ماده کدام چیز دیگر تولد کرده؟ یعنی چوچه شتر، یعنی شتر چوچه شتر است. شتر اگرچه کلان باشه باز هم یعنی تولد شده، از یک ماده شتر تولد شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ای بنده خدا، آیا گفت شتران ماده جز شتر چیزی رو تولد کردن؟ وقتی من میگم که چوچه شتر را برات میتم، به معنای است که یک شتر را برات میتم که قضای حاجت بکنی، یعنی مشکلات تو را حل بکنی. اینجا محل خنده و مذاق چی بود؟ که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم او تقاضای شتر را کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که بچه شتر را برات میتم. یعنی تعبیر مختلف است اما مقصود یکی است. اگر میگفت که بله شتر برات میتم، خب این کدام دی خوش طبعی نبود، دی مزاح نبود، دی مسحور کردن ما حول نبود. لیکن وقتی که تعبیر را مفهوم صدق صادق است، راست است، وقتی او را که با تعبیر دیگری بیان کرد، پس چی شد؟ سبب خنده شد و او گفت که چرا نه درست است. این را من قبول دارم. تماس برادرمان میگیریم، پس برمیگردیم. بله برادر. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. عزیز برادر، سوال در نگرفتم، کمی بلند گپ بزن. زن توف میکنه؟ خب درست است، با برنامه باشد ان شاء الله راهنمایی خواهم کرد. عزیزان گرامی، حدیث دیگری است که عوف ابن مالک اشجعی روایت میکنه، میگه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم. البته در جنگ بوده، در غزوه بوده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک خیمه چرمی بود. خیمه های چرمی بسیار پخش می بودن و بسیار خرد می بودن. آمد گفتم که اجازه گرفت، یعنی مالک اشجعی میگه که میگه من از پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه گرفتم، سلام کردم، اجازه گرفتم و گفتم که آیا من داخل شوم؟ گفت که داخل شو. میگه باز من گفتم که آیا من خودم با تمام وجودم داخل شوم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که بله، یعنی با تبسم، یعنی گویا که
وقتی که اجازه داخل شدن داد، انسان خود نمیشه که سرش داخل بکنه، بلکه اجازه که داد به معنای داخل شدن وجودی است، یعنی با تمام وجود داخل شو. لیکن باز هم اجازه گرفت گفت که با تمام وجودم داخل شوم. اشاره به این بود که خیمه بسیار تنگ است، جای بسیار تنگ است، آیا ما با تمام وجود داخل شوم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود بله، با تمام وجود داخل شو. و این یک نوع مذاق بود. همچنان حدیث دیگری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از کوچه های مدینه بود، یکی از پیچ سفیده آمد، گفت که پیرامون دخول جنت، صحبت پیرامون دخول جنت بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که پیچ سفیدا به جنت نمی روند. پیچ سفید گریان شروع کرد، گفت که پیچ سفیدا چرا به جنت نمی روند؟ و اظهار حسد گفت که گناه ما چی است، یا مثلا پیر شدم این خدا دوست من نیستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم تبسم کرد و لبخند زد و گفت که ای بنده خدا، زنها جوان شده به جنت می روند، یعنی کمپیر نمی روند، بلکه تمام کسایی که به جنت می روند آنها جوان شده می روند. اینجا محل مزاح پیامبر همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن حق را با طرزی بیان کرد که پیچ سفید به گریان آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به لبخند، و این سبب شد که پس از بیان حقیقت پیچ سفید نیز خوش شود و لبخند بزنه، خنده بکنه. به هر حال مثال هایی را که ما گرفتیم مثال هایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام زندگی خود همانند یک انسان کامل زندگی کردند. اینجا یک گپی دیگر من اشاره میکنم، این است که پیامبر بشر بود. بعضیا در این عصر در این زمانه به اعتقاد هستند که نخیر، پیامبر نور بود، پیامبر بشر نبود. میگه پیامبر نور بود. نخیر، پیامبر بشر است. الله متعال میگه در قرآن کریم بگو قل انما انا بشر مثلکم، بگو ای پیامبر که من بشر هستم، بنی آدم هستم، انسان هستم مثل شما. یعنی شما کدام تقاضاهایی که دارین، کدام ضروریاتی که دارین و همو نیازمندی های دنیوی یا مثلا طبعی که شما دارین من هم دارم، فقط هم قدر است که یوحا الیه، برای ما وحی میآید، برای شما نمیآید. اما من مثل شما هستم تماما، در هیچ چیزی از شما من فرق ندارم. بعضی امور خصوصی است، اختصاصی است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم اختصاص می داشته باشه. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام وجودش پاک بود و همچنان وجودش معطر بود و انسان ها ایتو نمی باشند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم از باب اختصاص، از باب نبوت، از باب ازی که یک الگوی کامل بود و محبوب ترین ذات نزد پروردگار بود. از این خاطر بعضی خصوصیت هایی را داشت که دیگر بنی بشر نداشتند، اما در فطرت بله بشر بود، تمام تقاضاهای بشری را داشت. عزیزان گرامی، میایم بر سر سوال برادرمان. پرسیدن که یک زنی که بر چهره شوهرش تف بکنه چی حکم داره؟ عزیزان گرامی ببینید، ما چی بگویم در اینجا؟ شریعت احترام متقابل را واجب گردانیده و از ظلم متقابل منع کرده، حرام قرار داده. زن و شوهر هیچ کدامش حق نداره بر همدیگر تجاوز بکنن، بر حقوق همدیگر تجاوز بکنن یا بر وجود همدیگر تجاوز بکنن، ضربات فیزیکی برسانن، و در عین حال مکلف هستند که احترام متقابل داشته باشند. مثلا خلاص بعد از این یک گپی که میشه به طور مثال همین سوال میگیریم، مثال نمونه زنده که یک زن بالای شوهر خود یا مثلا در حق شوهر خود احترامی میکنه و از جمله امور فیزیکی را انجام میده.
این ناجایز است، این حرام است، این باید قابل توبه نزد پروردگار است. بسیار سخت گناه را انجام داده، توبه بکنه و از شوهر خود بخشش بخواه و رضایت او را به دست بیاره. تماس برادرمان رو میگیریم. بفرمایید عزیز برادر. بفرمایید عزیز برادر، سوال دارم مطرح کنین. السلام علیکم و رحمت الله و و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. جناب موضوعی شد من اگه پیداوت شرخی هم داشتم به دماغ رو یک سوال شرعی بود میخواستم. خواهش میکنم بفرمایید. چشم. خواهش از مهربان باشین. تقریبا در 7 سال پیش در دوران جمهوریت یک اجساد زمین از یک روستا بود، امور واسبین قصد کرده بود، با زینا یک در ناتوان بود، میخواستن که از راه خود یک نفر شریک بسازن که به دعوا و زمین از واسبین نگاه کنن. خب با زمین حساب من داشتم شریک شدم، من زمین با حساب نگهداری و دعوایش پیش بود و اینا رو بخونه که یک سوال پیدا شدم. این چون که مجبور بود از نگاه مجبوریت من شریک ساختن. آیا زمین بس من یعنی حلال میشه یا حرام است که من پیسه زینا رو مفاد زینا بگیرم سود نشه؟ خب درست است. چند سال گفتین؟ 7 سال؟ 7 سال پیش. خب آل زمین شما پس به دست آوردین؟ تو فعلا ناوردیم در تحت دعوا فیصله گرفتیم، فیصله سیومی شد که زمین درست شود. خودسر به خاطر اینمی که اون مردم ناتوان بود، بیچاره بود، میخواستن که گیرندار شریک سازه و ما به همراهشون شریک شد و پول و پیساب نداره که سود نشد به اون خاطر. خب درست است. با برنامه باشد انشاءالله راهنمایی خواهم کرد. مهربان باشید. السلام. عزیزان گرامی، ما گفتیم که عزیزان گرامی یک وقفه کوتاه داریم، پس دوباره برمیگردیم، با ما باشید. عزیزان گرامی خوش آمدید. ما پیرامون احترام متقابل زن و شوهری صحبت داشتیم. گفتیم که اگر یک زن در مقابل شوهرش به احترامی میکنه به این سویه، سر انسان است، انسان یگان وقت در قهر و غضب شیطان سر سوار میشه و او را وادار به این میکنه که چنین اقداماتی را او برداره، چنین اقداماتی بکنه، قدم های بسیار سنگین برداره. شیطان دشمنی آشکار است. شیطان همیشه انسان به سوی خرابی میکشانه. باید ما 2 دفعه شکست نخوریم، 1 دفعه شکست بخوریم. اگر 1 دفعه شکست خوردیم، بار دیگر به الله رجوع کنیم و پس بگردیم. خواهر ما کدام احکام در این مسئله، کدام حکمی اگر شما توقع دارین که طلاق شده باشه یا دیگر نه، هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست. فقط یک گناه کبیره است. به احترام صورت گرفته، احترام شوهرشون که واجب است و همچنان حقوق زوجه و هم نیز واجب است. نباید این کار صورت میگرفت. حالا که صورت گرفته، خواهر ما شرعا مکلف هستند از الله متعال توبه بخواین، پوزش بخواین و شوهر خود نیز خوش بسازن، یعنی معذرت بخواین و از او رضایتش کسب بکنن. دیگر هیچ گپی در این میان نیست که قابل بحث باشه. و خواهش ما از شوهرها همی است که از برادرای ما که متأهل هستند، ببینید خانه‌داری یک علم است. خانه‌داری یک علم است. کوشش بکنید که این را یاد بگیرید، بخوانید، یاد بگیرید. این چیزی نیست که شما فقط این ما زن گرفتم، این خانه بردی، صبح برو شو بیا، صبح برو شو بیا. خود زندگی حیوانی است دیگه. روز بخور، شب بخواب. خب نشد دیگه. نی باید ما تمام نیازمندی ها را مد نظر بگیریم. اکثرا بعضی نواقصی که ما در ذات خود داریم باعث می شود که فامیلای ما، خانمای ما مجبور شوند یا وادار به شوند که چنین اقدامات را بردارند. پس ما اول در قدم خود اصلاح بکنیم و در قدم دوم در اصلاح فامیل خود بکوشیم، وقت بتیم به فامیلا، به اولادای خود، به فامیلای خود. الله متعال ما شما را توفیق بده. تماس برادرمان میگیریم، پس به سوی سوال حاجی صاحب میاییم. بفرمایید عزیز برادر.
بله عزیز برادر. گمانم مشکل تکنیکی وجود داشت. عزیزان گرامی، حاجی صاحب از کابل سوال کردن، بسیار یک سوال سنگینی است. 7 سال قبل کسی یک زمینش جنجال برانگیز شده، یعنی کسی غصب کرده و ناتوان بودن، نتوانستن که او را از جنجال ها بکشن، یعنی ضعیف بودن و حاجی صاحب پیشکش کردن که تو در همین زمین ما تو را شریک میگیریم، تو بیا جنجال زیر خلاص بکو. جنجال که خلاص کردی نصف زمین یا ثلثی از یا چهاریک از یا یک قدری متعینی از تو باشه، دیگرش از ما. میگه آیا سود میشه یا نمیشه؟ حاجی صاحب گران قدر، الله متعال در قرآن کریم میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. میگه اموال همدیگر را توسط امور باطل نخورید، با باطل بدون عوض، بدون دلیل، بدون برهان خورده نمیتوانید. مال یک نفر وقتی که ما میخواهیم از خود بکنیم چند جهت وجود داره. جهت معاملات است، جهت بخشش است. جهت معامله باید عوض داشته باشه. عوض یا مادی است، پیسه، طلا، نقره، یا معنوی است، خدمت، یک چیزی در مقابل همون مال، یا بخشش است. در بخشش هبه است، بخشش است و تطوع است، وقف است، دیگر امور است. اما اینجا که معامله شما است به اساس وقتی که در اول بوده معامله شما گنگ معلوم می شود، یعنی عوض ذکر نشده. در کدام عوض؟ در بدل چی شما شریک شدین؟ در بدل چی؟ در بدل کدام خدمتی، کاری، یا در بدل مالی؟ در بدل زمین، یعنی زمین بگی زمین است تو، در بدل زمین ما فلان زمین میگیرم، عوض شد در عوض تبادل مال. پس اگر چنین چیزی است، یعنی و ناتوان بودن، شما را پیشکش کردن که بیا با ما مثلا زمین از زیر دستی فلانی بکش، دعواش پیش ببر، وقتی که گرفتی ایره ما تقسیم میکنیم یا هر طوری که است. عزیز گرامی، شما در این زمین هنگام شریک شده میتوانید، هنگام شریک شده میتوانید که عوض یا تعیین کرده بودید یا داده بودید، یا پیسه داده بودید اون وقت. اگر پیسه ندادید گفته باشن که تو در بدل خدمتی که میکنی، یعنی کشیدنی زمین از چنگی غاصب تقریبا نابود شده، یعنی تو زحمت میکشی، در بدل زحمتت ما یک بخش زمین به تو میتیم. درست است؟ چنین چیزی تعیین شده باشه باز شما شریک هستین، اگر نشده باشه باز شما شریک نیستید. خب عالی، زحمتی که شما 7 سال کشیدید ای چی؟ بله، در بدل یزی شما عوض طلب کرده میتوانید. یعنی من 7 سال زحمت کشیدیم، همین مالی که 2 سال رفته بود تقریبا نابود شده بود، هیچ شده بود، صفر شده بود، من ایره زنده کردم، در عوض زحمتی که کشیدم ایره زنده کردم، ما یک چیزی برای ما باید بتین. مثل که یک کسی کار میکنه، در بدل کارش پول میگیره، در بدل کارش زمین میگیره، در بدل کارش مثلا یک چیزی مادی دیگه میگیره. به این اساس ظاهرا مسئله ای را که شما در اینجا به ما بیان کردید، ظاهرا، یعنی ما حتما نمیگم، یقینا نمیگم، چون که احتمال داره که وقتی که ما به جزئیات مسئله شما برویم پس او چیزی دیگری برایه. درست است؟ و طرفین بشنویم چیزی دیگری برای. از این خاطر ظاهرا نظر به این سوالی که شما کردید شما شریک پنداشتن نمی شوید، البته مستحق شمرده می شوید که از جانب مقابل در بدل خلاص کردن یعنی معاملاتان شما یک چیزی مطالبه بکنید، تقاضا بکنید که به شما داده شود. من حیث وکیل شما این کار پیش بردین و چون که زحمت کشیدین، پیسه مصرف کردین، دو کردین، وقت دادین، در عوضی وقتتان، در عوضی زحماتتان، در عوضی پولتان شما از آنها تقاضای عوض بکنید. بله
بله برادر عزیز بفرمایید. مولای صاحب چطوری؟ بخیر هستی؟ الحمدلله شکر. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر سلامت باشید. جناب مولای صاحب در جواب همین نمازهای موارد قضایی که قبلا مانده است در مسافرتی قصر خوانده میشونه پوره خوانده میشه؟ مسافرتتان اگر مسافر بودین پس قصر خوانده می شود. نمازهای قضایی مسافرت قصر خوانده می شود. درست است. بخیر باشید. بخیر سلامت. عزیزان گرامی، ما مزاح یعنی خنده و مزاح مضمونی ما بود. ما مزاح پیامبر صلی الله علیه و سلم را در پرتو احادیثش گرفتیم. پیامبر را ما در خنده الگو قرار دادیم و گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم لبخند می زدن و شوخی هایی داشتن با صحابه، با دیگری، با فامیل خود خوش طبعی می کردن. همیشه مثل بعضی ها مثل خودم همیشه قبق ترش و عبوس نمی بودن، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نمونه اخلاق بودن و مزاح های حقیقی می کردن. و در عین حال از مذاقی که سبب خنداندن باشه، یعنی با دروغ باشه و سبب خنداندن، فقط به خاطر خنداندن دیگران ما دروغ بگوییم، پیش خود چیزی را جور بکنیم، این منع کرده. و هر آن خنده و مذاقی که برای توهین دیگران، استهزای دیگران، تهمت و بهتان و چیز دیگه باشه، عیبجویی باشه، حرام است، نارواست. این ما در پرتو احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد گرفتیم. حالا بعضی احادیث پیرامونی لبخند پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که شوخ طبعی میکردن لبخند میزدن، خنده بالا قهقه نداشتن. حضرت عبدالله بن حارث میفرماید که میگه ما ندیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از پیامبر کسی را که تبسم بکنه، لبخند بزنه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگرها شاید خنده هم میکردن، قهقه هم میزدن، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط لبخند میزد. و چون که در تمام مورد لبخند میزد، پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشترین لبخند زننده زمانی صحابه کرام بود. یعنی ما رأیت احدا کان اکثر تبسما من رسول الله صلی الله علیه و سلم، همیشه در چهره مبارک لبخند وجود داشت. الله متعال ما را توفیق بده که سنت پیامبر همیشه داشته باشیم. لبخند داشتن کدام وزن را برای ما حمل نمی کنه، ثقیل نیست، سنگین نیست، چیزی نیست که ما در روز به زحمت شیم، باید همیشه را داشته باشیم. هر چی که در دل داریم در دل باشه، اما در برابر دیگران باید ما حشاش باشیم، چهره های ما، سخن های ما واضح باشه. خصوصا هنگام سخن گفتن باید سخن واضح و روشن باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فصیح و بلیغ بود، سخنانی نیک میگفتن و سخنانشان را تکرار میکردن و سخنانشان واضح و روشن بود که هر کسی میشنید میفهمید. این بنگ بنگ زیر زبان زرزر کردن، این نه، این اخلاق خوب نیست. حدیث از حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه میفرماید که میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما فرمود، به ما گفت که لا تحقرن من المعروف شیئا، از جمله اموری که ثواب داره، کارهای نیکی، از نیکی ها هیچ کدامش را کمتر ندان، محقر ندان، تحقیر نکن که والا ای کارم بکنم هیچ ثواب نداشته باشه. نه خیر، کمترین عملی که کمترین ثواب داره احتمال 100% در اون میره و که باعث بخشیدن تو و باعث شامل شدن تو در رحمت پروردگار باشد. و دیگر چی بکو؟ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ولو ان تلقى، اگرچه و اینکه اگر بتوانی که با برادرت با لبخند، با چهره گشاده، چهره باز، یعنی ما چی میگیم در اصطلاح خود که چهره بشاش داره، خوش داره، چهره خوش داره، باید ما با چهره خوش، با چهره لبخند مردمان را استقبال بکنیم و دیگران را بخوایم. همچنان حدیث دیگری است که حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه می فرماید
که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه. امام ترمذی رحمه الله این حدیث را روایت میکنه، میگه لبخند تو در برابر برادرت صدقه است. ببینید شریعت دروازه های نیکی را آنقدر باز کرده، آنقدر بسیار باز کرده، تمامش بهانه هایی است که انسان ها را، مسلمان ها را الله متعال نجات بده. یعنی الله متعال اگر تو یک عمل پیش میگیری خود نجات بدی، الله متعال ده ها عمل دیگر، ده ها دروازه دیگر باز کرده، اونها را بهانه ساخته تا تو را نجات بده. اما تو نمیخوای نجات پیدا کنی، تو در پی نجات خود نیستی. الله متعال حتی تبسم ما را، لبخند ما را در چهره ما در برابر برادرای ما، خواهرای ما و فامیل ما صدقه گفته. چرا اینقدر ثواب گفته؟ به خاطر از اینکه انسان در دار تکلیف است، دارالامتحان، دنیا دارالامتحان است. انسان همیشه در معرض خطر و امتحان و غم و اندوه و کشمکش قرار داره و یقینا که کشمکش های زندگی انسان همیشه منقبض می سازه، تنخوی می سازه، تنرو می سازه. پیامبر صلی الله علیه و سلم لبخند را، خوشطبعی را، تعامل نیک را صدقه قرار داد تا ما امی وزنی که بالای ما است از قبیل مشکلات زندگی این سبک شود. هم در زندگی ما خودمان خوش باشیم، هم توسط ما دیگران خوش باشند. ببینید اگر ما خوش طبع باشیم فواید زیادی داره. اگر شما شنیده باشین از روانشناسا میگه کسی که همیشه خوش باشه، خوش طبع باشه، غم نداشته باشه، اضطراب نداشته باشه، تشویش نداشته باشه، او زودتر پیر نمیشه، یعنی بسیار دیر پیر میشه. یک، صحتش همیشه مطمئن می باشه، دچار امراض گوناگون نمیشه، لاغر نمیشه، خوابش از بین نمی روه، یعنی خواب بسیار خوب می داشته باشه. و از همه مهمتر افرادی که در چهار طرف ازی می باشند آنها نیز از برکت ازو و از خوشطبعی ازو مستفید میشه، آنها نیز احساس راحت و آرامش میکنن. حضرت عایشه رضی الله عنها که مادرمان است، ام المؤمنین رضی الله عنها، میفرماید که میگه من پیامبر صلی الله علیه و سلم را هیچگاه ندیدم که خوب اما تو خنده ای بکنه که دهن مبارک باز شوه و حلقش معلوم شوه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه خنده ای که مبالغ باشه، مبالغه در وجود داشته باشه نکرده. انما کان یتبسم، پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه لبخند میزدن. در آنجا هم گفتم حدیثی گذشته حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که با صحابه مزاح میکردن، مزاح هم که میکردن لبخند میزدن. یعنی تو نبود که مذاقا را میشنن مثل بت و ریسات میشدن، نه، هیچ تأثیر سخنان را در وجود خود اظهار میکردن، لیکن با آنچه که شایان شأن پیامبر بود. درست است؟ عزیزان گرامی، در طبیعت انسان، چون که انسان مدنی الطبع است، در طبیعت انسان خیلی از امور تأثیر گذار است. این به طور مثال اگر تو در یک منطقه کوهسار زندگی میکنی، طبیعتی تو، فطرتی تو، خوی کوه را میگیره، یعنی سخت خو، یعنی تنخو میباشی، بدخوی میباشی. همچنان اگر تو گوشت حیوانی را بیشتر استفاده میکنی که او بدخوی است، تنخوی است، خوی از او را میگیری. همین طور در آب و هوایی که سخت است اگر زندگی میکنی، همان طور سختی در طبیعت تو، در فکر تو، در خوی تو غالب می باشد. پس ما مکلف هستیم ولو در هر جایی که زندگی میکنیم سیرت پیامبر را الگو قرار بدیم و مطابق سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم خود را عیار بسازیم.
سوال پیدا می شود که چگونه عیار بسازیم یک چیزی که برای ما عادت شده باشه. عادت خود چگونه ما تغییر بدیم؟ تغییر در عادت ممکن است؟ بله. اگر ما میخواهیم که یک عادتی بد داریم عادت خود تغییر بدیم، باید 15 روزی مسلسل خلاف آن عادت را بالای نفس خود حمل کنیم، یعنی به زور خلاف آن عادت را انجام بدیم. اگر شما مثلا بسیار زیاد خواب میکنید، خواب کردن بسیار عادت شما شده، باید تا 15 روز شما خواب خود به هر طوری که میشوه بشکنانید و خدا جبران بدارید نگاه کنید تا عادت شما بشکنه. تا 15 روز کار انجام بدین. بعد از 15 روز یه عادت برای شما آسان میشوه، لیکن عادت نمیشوه، یعنی عکس عادت شما، خلاف عادت شما. تا 40 روز وقتی که انجام دادید باز ای به عادت تبدیل میشوه. یک نفر زیاد دروغگوی است، میگه من چی رقم راستگویی رو شروع کنم. تا 15 روز بالای خود جبر بکنه راست بگویه، بعد از 15 روز آسان میشوه برش راستگویی رو تا 40 روز ادامه بده. بعد از 40 روز راستگویی عادتی از او میشوه. یک کس زیاد خنده میکنه، تا 15 روز جبران خنده خود قطع کنه، بند کنه، کنترل کنه. بعد از 15 روز تا 40 روز نیز ادامه بده. بعد از 40 روز خنده ازی کنترل میشوه و همین طور دیگر اخلاق و خوهایی که داره کلش تغییر میکنه. بسیار آسان است، لیکن اول سخت است. در اول هر کسی که کامیاب شد آخرم کامیابی برای از او است. تماس برادرمون میگیریم. بله. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید برادر. بفرمایید برادر. میشنوم، سوال دارم مطرح کنین. دیگه؟ درست است از برادر. دیگه سوال دارم بگین. تلویزیون، صدای تلویزیون دارم بند کنین باز گپ بزنین. हमने बाद मौलवियों ने कि वाइस करने की औचित्य पैगंबर खुदा को दे दुनिया में आखिरत हम दिला हमें درست تا آخرت هم دیده نمیتونه؟ خب دیگه سلامت بخیر باشید. بخیر باشد، باورنامه باشد، انشاءالله راهنمایی خواهم کرد. برادرمان سوال کردن که معنای یا حی و یا قیوم چی است. عزیز برادر، یا حی و یا قیوم یعنی دعا است. ما الله را صفت الله است. حی یعنی ذاتی که همیشه زنده است. یا حی ای ذاتی که همیشه زنده استی. یا قیوم ای ذاتی که همیشه قائم است، یعنی پایدار استی. تفسیر یزی، توصیف یزی یعنی تشریح یزی آیت الکرسی است. یعنی الله متعال هیچ گونه صفتی که نقص را، یک نقصی که ما داریم یا هر گونه نقصی که ممکن است او را ما از الله متعال دور نگاه میکنیم و الله را از او پاک و منزه میدانیم. پس یا حی و یا قیوم یکی از تنزیهاتی است که ما در ذات پروردگار اثبات میکنیم. یعنی ذات پروردگار حی است، یعنی هیچگاه بر او هیچ گونه نقصی از قبیل مرگ، از قبیل ختم شدن، نابود شدن و این چیزا نمی آید. و یا قیوم یعنی الله متعال ذاتی است که هیچ گونه
عیب و نقصی که از قبیل پینکی، خواب یا مغافل شدن یا مثلا مصروف شدن، دیگر امور با او لایق از او نیست، به او نمیرسه، او را ما پاک میدانیم. الله متعال پاک است از تمام عیوب و نقائصی که بنده ها دارن. پس یا حی و یا قیوم ما توسط ازی الله را دعا میکنیم با صفتش، یعنی ای ذاتی که تو همیشه حی یعنی زنده هستی، ذات زنده هستی، همیشه زنده هستی و هیچ گونه نابودی تو را لاحق نخواهد شد. یا قیوم ای ذاتی که قائم هستی، قادر مطلق هستی و هیچ گونه عاجزی، عجز و نقصی به تو لاحق نخواهد شد و تو پاک و منزه هستی از هر گونه نقص و عیبی که عجز را لازم داشته باشد. پس ما با هر دو صفت الله را میخواهیم. یکی از باب توسط صفات باری تعالی است. وقتی ما میخواهیم دعا بکنیم و دعایمون قبول شود، وسیله قرار میتیم صفات باری تعالی را. الله پیامبر صلی الله علیه و آله گفته کسی که در مشکل باشد دعا را بخونه یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث، ای ذاتی که زنده هستی، ای ذاتی که قائم هستی، یعنی قادر مطلق هستی و پاینده هستی. برحمتک استغیث، ما کمک میخواهیم توسط و برکت رحمتت یا توسط رحمتت از تو مشکلات خود، برای رفع مشکلات خود از تو کمک میخوام. پس معنای یا حی و یا قیوم را دانستیم. اما سوال دوم که اویس قرنی عاشق پیامبر صلی الله علیه و آله بودن، در دنیا که ندیدن در آخرت هم دیده نمیتونن، یک سخن بیهوده است. اویس قرنی از جمله صحابه بودن که در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردن، پیامبر را زیاد به حد دوست داشتن، اما به سبب عذری که داشتن، یعنی مادرشان تنها بود و او به تنهای خود مادر خود خدمت میکرد، نمیتوانست که سفر بکنه بره و برای دیدار پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس الله متعال خدمتی از او را قبول کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشین گویی داشت و او مستجاب الدعا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت حضرت عمر را که اگر شما رفتین اویس قرنی را دیدین، از او طلب دعا بکنین، دعای از او قبول می شود. و چون که اویس قرنی رضی الله تعالی عنه در زندگی پیامبر وجود داشت، ایمان آورده بود، اما پیامبر دیدن از مخضرم گفته می شد. در قیامت 100% دیدار پیامبر صلی الله علیه و خواهد کرد و در جنت خواهد بود. وقت برنامه ما تمام است. شما را تا هفته آینده به الله یکتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.